سلام خدمت دوستان عزیز و همراهان گرامی. امیدوارم حالتون خوب باشه. با یه غذای راحت و سالم و سریع اومدیم خدمت شما. برای این غذا 4 تا دونه تخم مرغ، 3 تا دونه سیب زمینی و 60 گرم کره نیاز داریم. کره ها رو روی حرارت کم میذاریم یواش یواش آب بشه. این غذا خیلی خوشمزه و لذیذه، مناسب مدرسه بچه‌ها، یه میان وعده و یه وعده کامل غذایی. لطفا ما رو سابسکرایب کنید. چه غذاهایی رو دوست دارید ما توی این کانال بهتون آموزش بدیم؟ ما در کنار شما هستیم تا بهتون یاد بدیم. سیب زمینی و تخم مرغ رو که از قبل پختیم، پوست کندیم و خرد کردیم. به کره ها اضافه میکنیم، هم میزنیم، میذاریم کره ها به خورد سیب زمینی ها بره. زردچوبه و نمک هم اضافه میکنیم، هم میزنیم و میکوبیم. بعد در ظرف رو میذاریم و 30 دقیقه بهش زمان میدیم. روی حرارت خیلی کم میذاریم تا ته‌دیگ ببنده و تهش قرمز بشه. این غذا خیلی لذیذ و خوشمزه است و خیلی راحت آماده میشه.